یک قزوینی در خواستگاری. من یه سری سوال ازت میکنم، اگه درست جواب بدی شاید راضی شدم. خوب است بالام جان بپرس. بگو ببینم باسن چرا چاک داره؟ والا راست بخوای از بس که شیرینه است مانند هندوانه قاچ خورده است. تا حالا تو زندگیت ورزش کردی اصلا؟ ورزش که نه بالام جان، ولی تا دلت بخواد ورزشکاران تا چرا. بهترین روز از نظر تو چه روزیه؟ بهترین روز روزی است که دنیا کن فیکون شود. تحصیلات چی؟ تحصیلات کردی یا نه؟ بالام جان شما که غریبه نیستی، من فقط محصل میکردم. اگه تو شورت لامبادا رو اختراع میکردی اسمشو چی میذاشتی؟ بهترین اسم ببم جان برای آن نخی در بهشت است. اینا رو ولش کن اصلا پیرمرد. از مقدمات ازدواج چی رو داری الان؟ فعلا فقط توفش را دارم بالام جان، بقیه هستم با ویاگارا درست میشود. هاشا گام شو بیرون، من اصلا دختر ندارم بدم هری. فدای سرت ببم جان، خودت هم قبولی، ناز نکن.